خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی. حافظ شیرازی شاعری تاجیک و فارس، صوفی و حافظ قرآن. یکی از چهره‌های برجسته ادبیات کلاسیک تاجیک و فارس بوده، با غزل‌های پرمحتوا و عرفانی خود در تاریخ فرهنگ تاجیکان مقام بلند دارد. او سال 1321 در شهر شیراز تولد شده، در همین جا صاحب علم و دانش گشته است. به قول خودش خواجه حافظ 40 سال به تحصیل علم مشغول شده، با تخلص حافظ شهرتیار گردیده است. نام حافظ همچون ایجادگری غزل‌های دلاشوب هنوز در زمان زندگی شاعر مشهور گردیده بود. غزل‌های حافظ به زودی ورد زبان مردم می‌گشتند و در بزم و شب‌نشینی‌ها سراییده می‌شدند. موضوع‌های اشعار حافظ شیرازی گوناگونند: ترنم عشق و محبت، دوستی و رفاقت، راستقولی و پاکطینتی، منظره‌های طبیعت دلانگیز، غنیمت دانستن عمر و امثال اینها. آثار اساسی او دیوان حافظ گنجینه بی‌بهای شعر فارسی به شمار می رود. غزل‌های او با زبان نازک، بیان رمزی و اندیشه های عمیق عرفانی نوشته شدند. در آنها عشق الهی، آزاداندیشی، تنقید ریاکاری و ستایش انسان کامل جایگاه خاص دارند. از نگاه فرهنگی و زبانی، مفهوم‌ها، رمزها و سنت‌های ادبی که در غزل‌های حافظ به نظر می‌رسند در دایره تمدن مشترک تاجیکان و فارسی زبانان تشکل یافتند. از این رو حافظ را می‌توان عضو میراث فرهنگی ملت تاجیک دانست، زیرا آثار او در تشکل ادبیات کلاسیکی تاجیک سهم بزرگ گذاشته است. حافظ شیرازی با ایجادیات رنگین و اندیشه های والایش نه تنها شاعر یک سرزمین بلکه شاعر تمام جهان فارسی زبان است. آثار او تا امروز میان تاجیکان محبوب بوده، همچون قسم جدا نشونده فرهنگ ملی و ادبی شناخته می شود. حافظ به هیچ جای سفر نکرد، تا آخر عمر در شیراز ماند و سال 1389 در زادگاهش از عالم چشم پوشید.